ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم دوم، گفتار 37. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. از میان فرصتی نگذشته دو فراش از دروازه ارگ دوان برآمده زنجیر را دو کسه برداشته در طرف غنداشته ماندند. برابر این کار از طرف غرب میدان ریگستان، از طرف شمال و جنوب کوچه کلان هم از بین دکانچه های خوراک و میوه فروشی سوارها اسب دوانده آمدند. اینها هم از سپاهیان درباری بوده، از روی جامه های زربفت و شاهی و اطلس و ادرسشان، میانشان با کمرهای امریکایی و در سرشان دستارهای سفیدی شلغمی بسته شده بود. در میان بعضی آنها شمشیرهای غلاف طلایی یا نقرگین هم حمایل بود. در جلوی هر کدام اینها یک جوانی تنومند هم که با لباسهای عادی اما میانش از روی با فوطه بستگی بوده، به سر تیلپک و به پای موزه بلغاری داشت، میدوید و هر کدام آن جوانان اسبهای غیر اسب خوجین خودهاشان را به تمشقش زده میخواستند که اسب خوجین خود را پیش گذرانند و بعضی اینها از جلوی اسب خوجینشان گرفته پیش می کشیدند و اگر اسب بدرهی و بدگردی کرده توده اسپان را در رانده پیش گذشتن را نخواهد، آن جوان با آوازی بلند ها فلانی صاحبت را فلان کنم گویان یک حقارت قبیحی کوچگی چپنانه می کند. این را شنیده تماشابینان قهقاس زنان می خندند، اما این حقارت که بی واسطه به صاحب آن اسب می رسید به دامان بزرگواری او هیچ گردی نمی نشانید. چون همه خواص و دقت او در این بند بود که اسبش از اسبی دیگر هم پیشگانش گذشته به دم تخت پل پیشتر رسد. وقتی که سواران از اسب فرآمدند، یک کسی جامه زربفت پوش که میانش از روی با کمری طلا پولک بستگی بوده، در دست عصای زرحل نقشی قبه طلا داشت و بر بالای آستانه دروازه ارگ به عصایش تکیه کرده می ایستاد، چنان که یک کس را می زده باشد به هوا برداشت و با آن عصا سپاهیانی از اسب فرآمده را تهدید کرده با آواز غفص فریاد کشید: یسو، ترتیبتان را نگه دارید وگرنه ادب چوب می خورید. با شنیدن این آواز سپاهیانی از اسب فرآمده که می خواستند در پیادگی هم از یکدیگر پیش گذرند سوس شدند و به ترتیب در آمدند. اول زربفت پوشان، از دنبال آنها شاهی پوشان و بعد از آن اطلس و ادرس پوشان قطار شده آرامانه به ارگ برآمده رفتند. آن آدمی اساناک را
اودایچی می نامیدند که وزیری تشریفات گفتن است. جوانان جلودار بعد از فرآمدن خوجین‌هاشان به آن اسب‌ها سوار شده با تازیانه به سری اسب یکدیگر می‌کوفتند که پیش گذرند. اینها با جنگ و جدالی کوبکاری تازانه بوزکشانه به زیر دیواری مدرسه دارالشفا رفتند. دومی اسب‌هاشان را به دیواری مدرسه و سرهای آنها را به پیش به طرفی میدان کرده در پهلوی همدیگر قطار ایستادند و هر جوانی که چالاکتر و اسبش زورتر بود در اولتری قطار به تخت پل نزدیکتر جا گرفت و ناعهده براتران پایینتر از ارگ دورتر رفتند. اینها سییس اسبانها بودند و برای بالاتر ایستادن به این سبب جندله می کردند که در وقتی از ارگ فرآمدن خوجه‌ای نشان او را پیشتر از دیگران به اسب سوار کرده از دیگران پیشتر از ریگستان برآمده روند. بعد از به ارگ برآمده رفتن سپاهیان با موسیقی حربی عسکران سواره امیر از کزرمه‌هاشان به ریگستان آمدند. نام عمومی این عسکران سواره کفکاز بوده. دوخت لباسهاشان عموماً به شکل لباسهای مردم داغستان و کفکز شمالی بود، اما نظر به رنگ لباسهاشان هر دسته کوبانسکی، تویرسکی، ترک بر این نامهای جداگانه می گرفت. لباسی هر دسته رنگ الهیده داشته. عموماً لباسهاشان آنها را از حربی ها زیادتر به ارتیست و ارتیستگاه های سیرک مانند کرده بود. اینها تماماً کزرمنشین بوده. کزرمه اینها امیر در کجا کی باشد به نزدیکی بارگاه او تیار کرده می شد و به کوچه به طرز خصوصی برآمده گشتن اینها ممکن نبود. در هیئت عسکران کفکاز بچگانی بودند که کلانترین آنها را از 18 ساله بالاتر تخمین کردن ممکن نبود و از این عسکران سن کدامشان که از 18 گذرد از اسب فراورده به هیئت سربازان پیاده داخل می کردند. مدت خدمت حربی سربازان پیاده باشد تا آخر عمرشان، تا مردنشان بود. عسکران سواره بعد از آن که با موزیک به ارگ امیر سلام نظامی دادند از میدان ریگستان برآمده رفتند. پس از رفتن آنها به ریگستان سربازان پیاده در آمدند. عموماً سربازان پیاده امیر دو قسم بوده. قسم یکمی آنها را شنبیگی و دویمشان را سه شنبیگی می نامیدند. شنبیگی ها هر هفته در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، سه شنبیگی ها در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته 3 روزی پگاهانی به 2 ساعت مشق کردن مجبور بودند. دیگر وقتهای اینها به قراولی، به بیگاری، خدمت مجبوری، سرکرده و یوزباشی ها یا اینکه به کارهای خصوصی خودشان صرف می شد. یراق شنبیگی ها ملتقی دنبالپوری یک تیره روسی بیردن که بوده. آنها کزرمنشین بودند، یعنی بعد از مشق یراقهایشان را در کزرمه مانده کسی نوبتی پاسبانی نداشته باشد به بیگاری یا به هر جا که خواهد می رفت. فقط در روزی مشق به ساعتی معین برسیده آمدن مجبور بود. یراق سه شنبیگی ها ملتقی بالاپوری یک کتیر بود که تیرش از دهانش با سنبه جای کرده می شد. اینها کزرمه نداشتند. اینها به طرزی پراکنده از سرای حجره را اجاره گرفته می نشستند.
ملتقی اینها در دست خودهاشان بوده و سریشته کرده نگاه داشتن وی خودهاشان مجبور بودند. سه شنبگی ها بعد از مشق بیشترین وقتهاشان را به بیگاری و خدمت مجبوری بیموستی سرکرده ها و یوزباشی هایشان صرف می نمودند. اگر از این کار فارغ شوند، برای تأمین معیشت خود مردکاری، کهنه‌دوزی یا یگان کاری دیگری سری دستی می کردند. سربازان پیاده لباسهای نظامیشان را در وقت مشق از روی لباسهای ملیشان جامه، کرته، لازمی می پوشیدند که به نظر کس خیلی تنومند و فربه می نمودند. در وقت فراغتشان از مشق در لباس عادی گشتن می گرفتند. سربازها عموماً هر ماه 20 تنگه 3 سوم ماهانه می گرفتند. دیگر به آنها نه خوراک می دادند و نه پوشاک. لباسهای نظامیشان هم به حسابی همان ماهانه نرخ کرده داده می شدند. فقط شنبگی ها وقتی که در کزرمه پاسبان شوند، روز یک بار هر 10 کس 1 لگن یرمه می خوردند. فقط دسته کفکاس از این مستثنا بوده، لباس و خوراکشان به حسابی پادشاهی داده می شد. در روزی که به ریگستان رفتیم، نوبت مشق بهترین سربازان پیاده امیر شنبگی ها بود. اسباب موزیکی اینها مانند دهول، نی، سرنی و سنج، 2 لعلیچه‌ای به هم زده شونده اسبابی ملی بود. اینها بعد از آن که با موزیکشان بروی ارک امیر هوای نظامی نواخته سلامی نظامی دادند، در ریگستان صف کشیده ایستادند. در این وقت 4 بندی را از زندان آوردند که دستهای آنها به پشت بستگی بودند. آنها را شبگردان میرشد که لباسهایشان عادی بوده در دست 3 بندها کلتکهای درازی 3 بنددار داشتند پاسبانی کرده می آمدند. من به هیجان آمده از پیرک پرسیدم: مگر اینها را می کشند؟ نه گفتو، اینها را با چوب جزا می دهند. و علاوه کرد: دستان کشته شوندگان را به پیش می بندند، نه به پشت. بندی ها را از بین صف سربازان که مانند کوچباغ کشادگی داشت گذرانده به تخت پل برآوردند و در آخری تخت پل در نزدیکی آستانه دروازه ارک نگاه داشتند و به بالای سری آنها میرشب که در دست تبرزین داشت آمده راست ایستاد. شبگردانی 3 بنددار به طرف پایین بندی ها در روی تخت پل قراول ایستادند. میر غضب ها اجرا کنندگان غضب امیر آمده بروی میرشب از طرف دیگری بندی ها صف کشیده ایستادند. یک میر غضب دیگر یک بغل چوبی 1.5 گزی الغی را آورده به پیش نظر بندیان پرتافت و خود در قطار میرغضبان دیگر رفته راست ایستاد. قشبیگی سروزیر که در زیر لباسهای رسمی خود در صفچه درون دروازه ارک می نشست، از جایش آمده به بالای آستانه دروازه راست ایستاد و کاغذی را از بغل خود برآورده از نظرش گذرانید و یکی از بندیان را به آدمان خود و اهل دربار که در درون و بیرون دروازه ارک صف کشیده راست ایستاده بودند نشان داده پرسید: این بندی احمد است یعنی؟ همه آن آدم ها با آوازی بلند جواب دادند: این احمد است و کشتن باب است. از تماشابینان یک آدمی میان سال که به ما نزدیک نشسته بود پقاس زده
آهسته خندید و خود به خود زیر لب گفت: این آدم ها این بندی بیچاره را در خوابی شبشان هم ندیدند. پس سبب چیست که کی بودنی آن بندی را از این آدم ها می پرسند؟ آن آدم از جایش خیجیده به من نزدیکتر آمد و آهسته جواب داد: بچه‌ام، تو حالا خردسال می باشی، معنی این کارها را نمی فهمی. این کار را حکمت پادشاهی می گویند. آن آدم پهلونشینان خود را زیر چشم از نظر گذرانیده، ظاهراً بعد از آن که به گپی وی دقت نکردنی دیگران را فهمید، دوام کرد: پس گناه این بندیان چی باشد؟ من باز پرسیدم. گناه اینها اگر به جای گناهگاری دیگر آورده نشده باشند معلوم است، گفت آن آدم و ایضاح داد: باید اینها دهقانانی باشند که به سبب نابودگی مالیات پادشاهی را انداز را داده نتوانسته باشند، یا اینکه به حاکم و قاضی های ولایت ها سرکشی کرده باشند و اگر گناهشان بسیار کلان باشد باید دخترشان را به دختریابان امیر نسپرده باشند یا راضی نشده باشند که پسرشان را آدمان امیر آورده به او پیشکش کرده بعد از آن به چیرکابخانه سربازان کفکاز او درآورده نگاه دارند. دیگر چه گناه می داشتند اینها؟ عجب نیست که دزد باشند، گفت پیرک. آن آدم زیر لب خندیده آهسته جواب داد: ممکن است، اما بیشترین دزدان در روزی دستگیر شدنشان بسیار دیر مانند بعد از یگان ماه در زندان خوابیدن به واسطه رشوه و پاره خلاص شده باز در پی کار خود دزدی رفتن میگیرند. خوشبگی بعد از معین نمودن کی بودنی بندی به میرغضبان اشارتی کرد. آنها لباسی روی آن بندی را کشیدند. یک میرغضبی قد پستی غلچه او را به پشتش گرفته خم شده ایستاد. دو میرغضب از طرفی پیشی بندی بردار دستها و پاهای آن بندی را محکم نگاه داشتند. یک میرغضب کرته بندی را برزده به گردنش آورده ماند که تخت پشتش از پس گردن تا زیر میان تماما گشاده شد. دو میرغضب دو چوب الغی را به دستشان گرفته در دو طرفی بندی پشت برهنه راست ایستادند. در این وقت موزیکانت های سربازان در هوای یک کریز اسباب های موسیقی ملی را به نواختن در آمدند. دو میرغضبی چوبدار از دو طرفی بندی به پشت برهنه او زدن گرفتند. آنها بندی را چنان که آهنگران دو کسه شده آهن را بروی سندان با خایست می کوفته باشند با نوبت سخت می زدند و در وقتی از پشت بندی برداشته شدن چوبی یک میرغضب چوبی یک میرغضبی دیگر آمده به جای وی می رسید. بندی فریاد می کرد، اما در زیر صدای موسیقی سربازی چی گفتنی او به تماشابینان معلوم نمی شد. تماشابینان همین را می دیدند که در وقتی برداشته شدنی هر چوب پوست پاره های پشتی بندی به آن چوب چسبیده از جایش می خیست و از جای جراحت چکره های خون به هر طرف پاش می خوردند. بعد از 75 چوب زده شدن با اشارت خوشبیگی چوب ها در هوا باز ایستادند و بندی بردار بندی مجروح شده را به زمین پرتافت. او مانند مرده در پیش پای میرشب و میرغضبان می خوابید. دو میرغضب از پاهای مجروح کشاله کرده
او را به طرف درونی دروازه ارک بردند. اکنون او را در آبخانه، زندانی درونی راهروی ارک انداخته حبس می کنند. گفت آن آدمی میان سال که به ما نزدیک نشسته بود. نوبتی جزا دادن 3 بندی دیگر رسید. آنها را هم یگان یگان مانند بندی اول زده به آبخانه بردند و نوبتی مشق سرباز رسید. سرکرده سربازان به واسطه کرنیچی خود با کرنی یک فرمان داد. کماندیرهای میده موافق آن فرمان به تودچه های خود زبانی فرمان دادند. زبانی کماندهی آنها را ما نمی فهمیدیم. می گفتند که به زبان روسی فرمان می دهند، اما روسیدان ها می گفتند که زبان کماندهی آن کماندیران به زبان روسی هیچ مانندی ندارد. زبان کماندهی هر چیزی که باشد، سربازها با وی حرکت‌های گوناگون می‌کردند. یک توده 8 کسه با یک قدم از پیش ما می‌گذشت. کماندیر از پشت با آوازی بلند مد کشیده فرمان داد: نمیستی. توده با شنیدن این فرمان قدم خود را تیزتر کرده رفتن گرفت. کماندیر آتشین شده دوان دوان به پیش توده گذشت و توده را از راه رفتن باز داشته بروی هر کدام آنها یک تارسکیگی زد و به آنها گفت: پدر لعنت ها، 1 سال است که یاد می دهم، یاد نمی گیرید. و باز مد کشیده اما با آوازی پستر گفت: وقتی که نمیستی گویم، استیتان. یکی از تماشابینان به دیگری گفت: معلوم می شود که معنی زبان روسی چپی زبان تاجیکی بوده است. در ما اگر به کسی گویند نمیستی، معنیش رفتن گیر گفتن است. بعدها به من معلوم شد که این کمند در روسی نمیسته بوده. این مشق میده توده ها کرنیچی با فرمانی سرکرده یک کمنده عمومی داد. میده کماندیران موافق آن فرمان همه برابر و یک باره به تودچه های خود فریاد کشیده فرمان دادند: لپل چو به جای نپل چا. همه توده ها ملتقهایشان را به کتفشان گرفتند و با یک فرمان دیگر 4 تگی قطار شدند. موزیک هوایی مرش نواخت و سربازها هم با کمانده مرش از میدان برآمده به طرف میدانی مشق بیرونی شهر رفتند. من ترتیب سرباز مشقدهی کماندیران امیر را در قسم دومی داخونده در باب یهودی کوزکش به طرز مثال عکس کناندم. بعد از خالی شدن میدان ریگستان از سربازان، طعام فروشانی که طعامهای خود را در دست داشته در آن طرف کوچه پیش میدان ریگستان در قطار تماشابینان راست ایستاده بودند، یک باره به طرف میدان ریگستان دویدند. در دستی بعضی از آنها لگنهای پر از کله پارچه، در دستی بعضی لعلی پرشهلوت و حسیب، در دستی بعضی دیگر دیگ و کوره تخم برک پزی و مانند اینها بود. اینها یکدیگر را پهلو زده پیش می دویدند که در میدان برای خود جای خوبتر و سازتر را به دست درآورند. در همین وقت از رهروی ارک
دریخانچیان نمودار شدند که آنها با رخصت جناب عالی به خانه خود برمی گشتند. با نمایان شدن آنها سیسهاشان اسبهاشان را دوانده و برای پیش گذشتن از یکدیگرشان با هم زد و خورد کرده به پیش تختپول رسیدند. سپاهیان دریخانچی از یکدیگر پیش دویده هر کدام آنها کوشش می کرد که از هم پیشش پیشتر به اسبش سوار شده از ریگستان پیشتر برآید، چون که این کار درجه قابلیت حربی آنها را نشان می داده است. دیگر در این وقت به فریاد کرده یساو ترتیب را نگاه دار گفتنی اودیچی کسی گوش نمی داد. سپاهیان به سری اسبی همدیگر زده می خواستند که همپیشه خود را پس ماننده خود پیشتر اسب دوانند و در این زد و خورد اسبهای آنها به بعضی طعام فروشان برمی خوردند که لگنهای آنها چپه شده طعامهای فروشیشان به زمین می ریخت. آنگونه طعام فروشان با غرغر آن سپاهی را دشنام داده طعامی خاکالود شده اشان را از زمین گرفته خاکهایی با نمی طعام لای شده را با آستینشان پاک کرده دیگر باره به لگن انداخته برای خورندگان تیار می کردند. تا برآمده رفتن سپاهیان از میدان طعام فروشان آن میدان را تا پیش تختپول با لگن، کوره و با دیگ و طبق خود پر کردند. در آن وقت ریگستان از میدانی پیش قصر پادشاهی زیادتر به میدانی طعام فروشی سیر فیض‌آباد که در اطراف خانقاه تشکیل می یافت مانند شده ماند. طعام فروشی سیر فیض‌آباد در اولتری این قسمی یادداشت‌ها تصویر یافته است. لیکن طعام فروشان هنوز آسوده نشده بودند. آنها اکنون روی کاری طعام فروشی خود را راست کرده بودند که از طرف بالای حوض مشکابانی ارگ پیدا شدند. هر کدام آنها به بالای زینی وسیع چوبینی هر خری مست 2 مشک آب را بار کرده پیش می راندند. خرهای مست مانندی دریخانچیان در دویدن از یکدیگر رشک کرده گوش و گردن یکدیگر را گزیده به همدیگر لگد پرانده اراس زنان پیش می دویدند. خرها با این حرکتی خود به سری طعام فروشان آن بلایی را که اسبهای سپاهیان آورده بودند بر زیاد کرده می آوردند. در آن میان کاری یک کله پاچه فروش دقتی مرا به خود بسیارتر کشید. یک خورنده آمده و پیش آن کله پاچه فروش نشسته بود که خری مشکاب لگنی او را لگد زده چپه کرد. فروشنده مشکاب را نفرین کنان با دستی راستش از دامن خریدار محکم می داشت که وی خیسته نرود و با دستی چپش پاچه های به زمین پاش خورده را غون داشته لای های آن را بلبی لگن مالیده پاک کرده و پیش خریدار تقدیم می کرد. در قطاری مشکاب را دشنام دادن با مزه بودنی پاچه های خود را هم تعریف می کرد. شما گفتار 37 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.